با درود به یکایکتان بینندگان بی‌نهایت عزیز رادیو آزادی، شعله گلخوجه هستم در خدمت شما دوستان. چون همیشه همه روزه ساعت 10 با وقت پراگ، ساعت 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه امروز جمعه است و برایتان روزی خوب و با برور میخواهم از آن و تشکر میگم که دوی ما رو تماشا میکنید. چند خبری در دست دارم، امیدوارم که تو برنامه تا آخرش با ما خواهید بود. دیروز در شهر دوشنبه هنگام تهیه گزارش درباره بالوروی نرخ بنزین دو خبرنگار رادیویی آزادی مورد حمله قرار گرفتند. حمله اثنای صحبت شهلوی عبدالله و مولارجب یوسفی با راننده صورت گرفته است. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای میگوید حمله به روزنامه‌نگاران هنگام اجرای وظیفه‌شان کاملا غیر قابل قبول است و رادیو انتظار دارد که این حادثه تحقیق شده حقوق روزنامه‌نگاران چی در حادثه کنونی و چی در آینده بدون مانع‌گذاری حمایت خواهد شد. به قول روزنامه‌نگاران، کارمند فروشگاه مواد سوخت به نزد آنها آمده طلب کرد که مصاحبه قطع گردد. سپس این کارمند شهلوی عبدالله را تله کرده تلاش نموده از پیش روی دوربین را بگیرد. در همین حال یوسفی نوارگیری با تلفن موبیلی را دوام میدهد. کارمند فروشگاه به یوسفی حمله کرده تقاضا نموده است که پیش از نواربرداری از شرکت اجازت نامه بگیرد. یوسفی خاطر نشان کرده است که او در زمین شرکت قرار ندارد و با رانندگان صحبت میکند که از بالوروی نرخ بنزین ناراحتند. در این جنجال یوسفی از رویش جراحت سبک برداشته است. مفتشان ناحیه سینای شهر دوشنبه بر پایه شکایت روزنامه‌نگاران تفتیش حادثه را آغاز نمودند و نگفته نماند بینندگان عزیز گزارش درباره بالوروی نرخ بنزین در تاجیکستان دیروز در برنامه خبری نشر شد و میتوانید آن را تماشا کنید. پرواز دومی بین تاجیکستان و قزاقستان از هفته آینده شروع می شود. اکرام سوپونزاده رئیس اجنسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان میگوید دیروز مقامات قزاق تصمیم از سرگیری پروازهای منتظم را با دوشنبه پذیرفتند. به همین ترتیب بعد پاندمی کووید 19 نخستین پرواز دومی از الماتا به دوشنبه توسط شرکت هوایی ایر استانا روز 14 مارس صورت میگیرد. طریق مسیر دوشنبه الماتا دوشنبه شرکت سومون ایر 18 مارس نخستین پرواز را انجام خواهد داد. در مجموع هفته دو مرتبه در این خط سیر پرواز به نقشه گرفته شده است. اکرام سوپونزاده میگوید عین حال مذاکرات برای راه‌اندازی پروازهای دومی با روسیه، هندوستان و قرقیزستان ادامه دارد. اما امیدواریم که به همین زودی ها این پروازها امکان پذیر می شوند، افزوده است اکرام زاده. و از جمله تاکید کرده است که مقامات تاجیک و روس تصمیم ایستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه را منتظرند. اگر جواب آنها مثبت باشند بین دو کشور پروازها برقرار می شوند. و بینندگان عزیز اگر در این زمینه هر خبری نو شد، منظورم پرواز بین تاجیکستان و روسیه، ما حتما شما را آگاه خواهیم کرد. پرزیدنت تازه انتخاب قرقیزستان نیت سفر به تاجیکستان را دارد. سنه دقیق آمدن صادر جابورов به دوشنبه بعد انجام سفرش به تاشکند معلوم می‌گردد. خبرگزاری‌های قرقیزی از قول وزیر کارهای خارجه قرقیزستان می‌نویسند صادر جابورov روزهای 11 و 12 مارس به ازبکستان می‌رود. به قول او رئیس جمهور قرقیزستان در سخنرانیش اظهار داشته است که می‌خواهد در مد اول از کشورهای همسایه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و چین دیدن نماید. رهبر وزارت کارهای خارجه قرقیزستان میگوید نقشه سفرها بعد سفر به ازبکستان تحریزی می شود. من یادآور می شوم که صادر جابورov روز 10 ینور امسال به مقام پرزیدنت قرقیزستان انتخاب شد و آخر ماه فوریه به روسیه و در اول ماه مارس به قزاقستان سفر داشت. بیش از 80% ساکنان تاجیکستان برای گرفتن واکسن کرونا ویروس اظهار آمادگی کردند. در این باره وزارت تندرستی تاجیکستان دیروز در پی انجام نظرسنجیش خبر می‌دهد. به قول منبع این پرسش نشان داد که 81% مردم تاجیکستان برای گرفتن واکسن راضی هستند. وزارت یادداشت می‌کند که در مد اول کارمندان طب و بعد افراد از 60 ساله به بالا و آنهایی که بیماری مزمن به مانند قند و هپاتیت دارند کرده می شوند. عین زمان وزارت تندرستی تمام چاره‌های ضروری را برای قبول و نگاه داشتن واکسن‌های استرازینیکا که انتظار می رود در ماه مارس و اپریل سال جاری وارد شود اندیشیده است.
این نهاد میگوید در مؤسسه‌های طبی برای نگهداری واکسین‌ها الکی حجره‌های سرد آماده کرده شدند. در همین حال برخی از ساکنان تاجیکستان در صحبت‌های سریع با رادیو آزادی گفتند اگر در کشور دیگر هیچ حالت گرفتاری به کووید 19 در هفته‌های اخیر به قید گرفته نشده است، امی اهالی از کرونا ویروس تا کجا منطقی است. همصحبتان دیگر گفتند فایده و ضرر واکسین را نمی‌دانند ولی حتما خود را ایم می‌کنند. با درخواست داستانی کل تاجیکستان در روسیه یک ساکن ولایت سوخت برای قتل هموطنش به زندان محکوم گردید. به قول منبع ماه سال گذشته جسد سردار قوشمورود 33 ساله زاده نویه جبار رسولوف با علامت‌های مرگ مجبوری از روسیه به تاجیکستان انتقال یافت. وابسته به این حالت داستانی کل تاجیکستان برای به جوابگری جنایتی کشیدن عاملان مرگ قوشمورودوف به مقامات روسیه درخواست فرستاد. در پی همچون گمانبر خدای بیردیف را دستگیر کردند. در جریان تفتیشات معین کرده شد که خدای بیردیف در نتیجه مناقشه با کرد به شکم قوشمورودوف یک ضربه زده باعث هلاکت او شده است. با حکم سودی شهر دمیتروی ولایت مسکو دیروز خدای بیردیف برای 6 سال از آزادی محروم گردید. مهلت زندان را او در محبس روسیه پشت سر خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که بعد موافقت همپیمان‌های اروپایی واشنگتن به لغو برنامه تنقیط ایران در ملاقات اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای در شهر وینا تهران به مکالمه سازنده می‌پیوندد. روز 4 مارس سخنگوی دپارتمент دولتی آمریکا نید پرایس گفت واشنگتن لغو برنامه تنقیط ایران از سوی کشورهای اروپایی را خوشپذیری می‌کند و انتظار دارد که تهران به مکالمه توجه نشان داده اقدام‌های قابل اعتماد و پیشرفت واقعی در تطبیق سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت عالم راه اندازی خواهد کرد. این سازش در سال 2015 امضا شده است. سال 2018 آن زمان پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از سازش بیرون کشیده تحریم ایران را برقرار نمود تا تهران را به بررسی دوباره بعضی بندهای سازش هسته‌ای وادار نماید. در جواب ایران از اجرای بعضی بندهای مهم سازش دست کشید. ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن اشاره کرده است که تصمیم دارد به سازش بپیوندد ولی اصرار می‌ورزد که تهران باید به طور کامل تمام بندهای سازش را احترام و اجرا نماید. امروز پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی پاپ فرانسیس با سفری 4 روزه به عراق تشریف خواهد آورد. روز 4 مارس در یک پیام ویدیو پاپ 84 ساله اذیت نصرانی‌های عراقی در دوام 10 سال‌های گذشته را به یاد آورده ابراز داشته است که به طرف برادران و خواهران دین‌های دیگر دست دوستی دراز می‌کند. این اولین سفر خارجی پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی در دوره پاندمی کرونا ویروس می‌باشد. در عرفه زیارت پاپ روم در بغداد و شهر نجف که برای مسلمانان شیعه مذهب مکان مقدس به شمار می رود، عکس‌های پاپ فرانسیس و شعار و لوحه‌ها بر پیشوازی او آویخته شدند. برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه گرانتی را با مبلغ بیش از 67 میلیون دلار به تصویب رساند. این سرمایه برای برقرار کردن قطعه‌های راه در جنوب کشور که در نتیجه استفاده دراز مدت و آفت‌های طبیعی کارناشایم گشتند پیش بینی شدند. طبق معلومات وزارت مالیه تاجیکستان در دایره لایحه گرانتی بانک آسیای رشد راه ماشین‌گذر از دنغره تا اقمزار و از هولبوک تا گورد تعمیر کرده می شوند. طریق این راه ها همه روزه متناسباً از 1300 تا 4200 ماشین عبور می کرده است. قبلا بانک آسیای رشد در اطلاعیه خود گفته بود که قسمت بیشتری راه ویران شده در حالت خطرناک قرار دارند. چون این وضعیت شرایط زندگی و فعالیت اقتصادی اهالی را دشوار نموده است. از این پیشتر مقامات توجیه گفته بودند که راه واسع هولبوک تیمورملک کنگورد از همه راه مشکل‌زا بوده 58 کیلومتر آن به تعمیر نیاز دارد. این راه طریق نوعهای واسع و تیمورملک می‌گذرد و این منطقه دارای بیش از 280,000 اهالی بوده است. در زایشگاه‌های تاجیکستان با مساعدت حکومت کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای زنان حامله خشونت دیده حجره مخصوص تأسیس داده می‌شود. در این حجره‌ها برای زنانی که از جانب شوهر یا خانواده او آزار دیدند خدمات بی پول خواهد بود. معاون وزیر تندرستی زلفیه عبدالصمدزاده به پلاس گفته است حالا به طور آزمایشی این گونه اتاق در تولدخانه‌های استقلال پایتخت، باختر، شهر لیوکند و نویه خراسان عمل می‌کنند. این مقامدار
мегӯяд занони қурбони хушунат ба чунин ҳуҷраи махсус ниёз доранд. баъди шиканҷа ё латту кӯб дар бадани зан захму осор боқӣ мемонад ва аксарияташон намехоҳанд ки касе онҳоро дар ин вазъият бубинад. онҳо имкон доранд дар ин утоқи махсус табобат ва кӯмаки ройгони мутахассисону равоншиносонро дарёфт намоянд. ва бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 61 дирам таъин кардааст. имрӯз 5 март 1000 рубли русӣ 153 сомониву 40 дирам нархгузорӣ шудааст ки нисбати дирӯз 40 дирам бештар мебошад. ташаккур мегӯям ки то охири суҳбат бо мо будед. дӯстон, хабарҳои тоза буд ки ман талош кардам барои шумо бигӯям. ман шуморо дар барнома мунтазир хоҳам буд. 3 соат пас дар ҳамин ҷо ёдатон наравад. рӯзи хуб дошта бошед.